خب دوستان، چون ما داریم با اعداد کار میکنیم، میخوایم محاسبات انجام بدیم و نمایش بدیم، این که اینجا بخوایم نمایش بدیم یه خورده اذیت میکنه. میایم از این ویژگی جدیدی که خودش معرفی کرده به نام پانلوگ استفاده میکنیم. پانلوگ چیه؟ پانلوگ زمانی که شما یه چیزی بنویسی، مثلا میگم لوگ، این لوگ که بزنید یه نقطه بزنید جلوش، 3 نوع داره: ارور، اینفو و وارنینگ. ارورش تو پرانتز هر چی میخواید به صورت استرینگ، پس وقتی میگیم استرینگ این دوتا این دبل کوتیشن ها باید باشه. مثلا this is error. همین رو در حد کپی کنم. 3 تا چیز رو گذاشتم. اولی ارور باشه، بعد اینفو میذارم باشه. چرا نیورد؟ دیگه بعد وقت اینجوری. بعد میذارم اینفو و آخری هم میذارم وارنینگ بود. پاک کنم بیارم وارنینگ بذارم و عرض کنم اینا رو میخوام چاپ کنم. ببینید فرق این 3 تا چیه. این 3 تا شما میتونید برید داخل لوگ. لوگ به درد خیلی چیزا میخوره. ما الان میخوایم اینجوری ازش استفاده کنیم. ببین وقتی میگم یه دونه ارور در حقیقت پرینت کن به این است، یه دونه اینفو پرینت کن به این، یه دونه وارنینگ هم پرینت کن به این. وقتی کنترل اس بزنم فقط چارت تغییر کنه اینجا میاد. ببینید حالا خیلی اومد دیگه، از اول چارت تا الان اومد. ببینید این پا در حقیقت رنگشون حالا یک رنگ سبز خاکستریه، وارنینگ ها یک رنگ نارنجی دارن و ارورها یک رنگ قرمز دارن. این رنگ های قرمز با این اشتباه نگیرید، این در حقیقت زمانی که خطا به شما بده اینجا هست، ولی این چیزیه که شما در طول برنامه‌تون استفاده میکنید. زمانی که میخواید پوزیشن بگیرید، اگر بخواید مطمئن بشید که لاتش درسته یا غلطه یا هر چیزی، یا اگر یک خطایی مواجه شده در کدتون، میتونید اینها رو پرینت بکنید که برنامه‌تون بهتر کار کنه. از زمانی که داره برنامه کار میکنه شما راحت‌تر بفهمید مشکلات برنامه‌تون کجاست. حالا واسه اینکه ما میخوایم در حقیقت کار بکنیم، میایم از این اینفو استفاده میکنیم که رنگش هم در حقیقت همینه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط رنگشه دیگه. حالا مثلا رنگ خاکستری بهتره، ولی میخوام فقط یک بار در حقیقت چاپ شه، یک بار فقط اینجا پرینت بشه. نمیخوام مثل این پشت سرم در حقیقت با هر کندل بیاد. که هر 4 ساعت اومده دیگه، 15 ساعت 6 بوده، ساعت 6 بعد 4 ساعت است، 4 تامون، بعد ساعت 6 ساعت 10 در حقیقت 3 بار چاپ شده، بعد ساعت 14، همین 4 ساعت میره جلو، چون با هر کندل در حقیقت این کدها خونده میشه. من میخوام یک بار خونده بشه. مثلا که یک بار خونده بشه، یه دونه متغیر میسازم و رو میذارم از نوع بولیان و اسمشو میذارم مثلا چک. مساویش میکنم با تو. دقیقا چی نوشتم الان اینجا؟ دیگه متغیر بلدید دیگه. نوشتم بولیان رو در حقیقت بلدید، متغیرم بلدید. نوشتم یک چکی هست، یک متغیر به اسم چک، مساوی کردم با تو. میام شرط ایف میذارم. شرط رو الان بهتون یاد نمیدم، فقط میخوام بنویسم که فقط یک بار این چاپ شه. بعد شرط رو بهتون یاد میدم. یه ایف میذارم، میگم اگر این ترو بود، یه دونه در حقیقت میام اینجا و این رو میذارم اینجا. و بعد از این کار کردی، چون دیگه میخوام تو این شرط نره، میگم این رو مساوی با فالس. میگم واسه این که میخوام دوباره بهش مقدار بدم، از این استفاده کردم. اینجا تعریفش کردم ولی که مساویه. حالا بذارید فاصله هم بدم که راحت‌تر خونده بشه. اینجا میخوام دوباره بهش مقدار بدم و از این در حقیقت المان استفاده کردم. اینجا هم پلاتو بنذاریم نان که هیچ واسه ما چاپ نکنه. خب بذارید اینها هم پاک کنیم، بذارید باشه. حالا اگه من یه کنترل اس بزنم دوباره خونده بشه، این فقط یک بار اومد به من این مقدار داد. This is info و دیگه کار نکرد، دیگه رفت این پلاتم که هیچ چیزی واسه من نزد. من میخوام اینجا در حقیقت نمایش بدم مقادیرم. مثلا اگر میخوام بدونم h چنده، میام این h رو در حقیقت میام میذارم اینجا. به چه شکلی میذارم اینجا؟ این خورده کار داره. بذارید اینجوری بهتون توضیح بدم. اگر بخواید مقداری رو بذارید، همین اینفو فرق نمیکنه هر کدومش،
باید بیاد همچین کاری بکنید. چیزی که میخواید بنویسید که هرچی دوست دارید بنویسید اینجا و در نهایت اون چیزی متغیری که میخواید چاپ بشه. ولی حواستون باشه این لوگ ها نمیتونن متغیر مستقیم چاپ کنن. میایم همچین چیزی میذاریم، میگیم مقدار صفرش این باشه. ببینید من میگم مقدار صفرش یک کاما و اچ و اس رو میذارم. بذارید پاک کنم، بذارید یه خوردم واسه که خیلی راحت تر باشه من اینو خود بزرگتر کنم تا مطمئن بشم شما دارید راحت میبینید. اوکی. ببین اومدم گفتم اچ و اس مساوی با 1 و بعد گفتم بیا اینجا اچ و اس رو بزن. چرا صفر گذاشتم؟ چون این اولیش صفر رو متوجه میشید. زمانی که کنترل اس بزنم بعد من در حقیقت بده 1. حالا اینجا میذارم که اچ و اس در حقیقت دیگه نوشته است دیگه، هرچی میخواید میتونید بذارید. اچ و اس مساوی با 0 در حقیقت که من کنترل اس بزنم دوباره فراخوانی میشه و این اچ و اس مساوی با 1. حالا اگه یک چیز دیگه داشته باشم در حقیقت، حالا بذارید از نوع مثلا فلت هم باشه و مساویش میکنم با مثلا یک نقطه شبیه چارت دیگه. ما با این طول تا خیلی کار داریم. اسم متغیر باید فرق داشته باشه. اسم متغیر میذارم مثلا کندل. حالا با اشتباه نوشتم ولی خب بهتره چون ممکنه چیز بشه. اسم متغیر دیگه اصلا مهم نیست. حالا اگه بخوام مقدار دوم بذارم اینجا، ببین اگر من بخوام اچ و اس اینجا نمایش داده بشه میام میگم 0. اگه بخوام کندل بذارم میام میذارم 1. پس این شد 0 این شد 1. این رو کردمش 1 کنترل اس و این رو اچ و اس که در همین نوشته که من اینجا نوشتم و مقدار رو در حقیقت مقدار کندل رو گذاشت که مقدار این رو نداشت. اگه بخوام هر دوشو با هم داشته باشم هر چی که میخواید بنویسید اچ و اس مساوی 1 و میام میگم مثلا کندل ببخشید بولش کنم کپی شد کندل مساوی با همون چیزی که در حقیقت اونجا نوشته شده ولی 1 قبلی و 0. اصلا زمانی که این باشه جای این میاد این متغیری که اینجا رو میذاره و زمانی که این باشه در حقیقت میاد اینجا میذاره. حالا اگر پرینت بکنم اینو کنترل اس بزنم که اینجا توی لوگو بیاد میدید که میگه اچ و اس مساوی 1 کندل مساوی با کاملا آهنش 1.500 و ولی خب خورده رنجش کرد دی خورده در حقیقت از بین بردتش فلوتو. این مثل حساب کتابمونه. توی متغیرها علاقه است در حقیقت این تو فلوتو بولیان ما تو گفتیم که استرینگ هم داریم و چیزی دفعه پیش که یادم رفتم بگم کلور است. بذارین اینو بذاریم استرینگ و چرا نمیخونه خیلی من بهتر کار میکرد. و در حقیقت استرینگ و در نهایت با اسم میتونم عوض بکنم بذارم که مثلا استیادگان و این رو هم میذارم کامپلکسی ادوان بذارم. یک نوع متغیر دیگه دارم اونم کلور دوستان که میتونمش رنگم بدم مثلا کلور یعنی یک رنگ است که اسم بذارم خطا ندارم نه خطایی ندارم. در حقیقت این 3 تا متغیر ما 5 تا متغیرهای اصلی هستند. این رنگ بیشتر یک چیزیه که شما میدید به یک آبجکتی، میدید به یک پلاتی، میدید به چیزی، حساب کتاب آنچنانی نداره. ولی مثلا 2 تا متغیر میسازید میگید اگه کندل صوتی بود این رنگ باشه، اگه کندل نزولی بود این رنگ باشه و داخل
حالا یک آبجکتی رو چارت میکشید یا توی خطی که میخواید واسه اندیکاتور نمایش بدید از اون متغیرها استفاده میکنید. این از بحث متغیرمون. در لوگو بهتون گفتم که ما دیگه با لوگ کار میکنیم واسه اینکه بتونیم راحت تر باش کار بکنیم. مثلا اگر من میخوام h در حقیقت دو تا متغیر اینت اگه من بسازم یا دو تاشو به علاوه کنم، میتونم بگم این کندل به علاوه HOS و این هم مثلا نمایش نده. این هم بهتون بگم اگر بیشتر از مقدار، مثلا من یه دونه بیشتر من ندارم دیگه اینجا، من یه دونه دارم اینجا جمعش کردم دقیقا یکی میشه، مثلا جمع مثلا اینجا بذارم بله عرض کنم که میتونم نیو h مساوی با این به علاوه و میگم نیو h رو نمایش بدید. این جمع رو در حقیقت میتونید راحت روی متغیرهایی که اینت یا دبل هستن رو انجام بدید. ببین من یه دونه اینجا دارم، یه دونه صفر گذاشتم و یه دونه یک گذاشتم ولی یکی وجود نداره. وقتی وجود نداره عیناً خود همین رو نمایش میده. بذارید یه کنترل اس بزنم که متوجه بشید. میبینید که در HOS رو مقدارش رو جمع کرد و کندل مساوی یک رو دقیقا عین یک نوشت. دقیقا اینو کلا نوشت چون یکی من ندارم که بنویسم. پس جمع هم حواستون باشید. قرار جمع واسه اینکه بدونید دوستان کار میکنه. ما یه جمع داریم، یه جمع مساوی داریم. جمع با جمع مساوی ما الان کاری که کردیم جمع کردیم. اینجا میبینید ما HOS رو به علاوه کندل کردیم داخل متغیر جدیدی. زمانی که جمع مساوی بزنید در حقیقت A به علاوه 2 و B به علاوه 3 A میشه 5. یعنی حاصل این معادله ریاضیاتتون وارد متغیر اول خواهد شد. حواستون باشه. پس A رو به علاوه مساوی B کرده در حقیقت میشه A مساوی 5. ولی ما این کار چیکار کردیم؟ ما ریختیم داخل یک متغیر دیگه واسه همین از به علاوه مساوی استفاده نکردیم. پس به علاوه دارید، منها دارید 100%، تقسیم دارید دوستان که باز تقسیم بر مساوی دقیقا مثل همونه. باقی مانده تقسیم دارید، یعنی 3 تقسیم بر 3 باقی موندهش میشه 0 و با هم فرق میکنن. تقسیم و باقی مانده تقسیم. ضرب رو دارید که میتونید ضرب بکنید در هم دیگه. هم منهایی بود که الان دیدید. اینا چیزای دیگه، اینا رو در حقیقت بعد ما به شما میپردازیم. ولی واسه عملکردهای ریاضی ما منفی داریم، ضرب داریم، تقسیم داریم، باقی مانده تقسیم داریم، به علاوه داریم و منها هم داشتیم دیگه. این از بحث در حقیقت ما بیشتر خواستم با لوگ ها آشنا بشید، ولی خب یک سری مسائل دیگه هم اینجا ما با هم دیگه بررسی کردیم. تا جلسه بعدی موفق و پیروز باشید.